من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارزان از مهربان. از الله سبحانه و تعالی ما داریم و دعا میکنیم که همه ما و شما را موفق گردونن، از تمام سو خطر ما در بگذارن و همه ما را امت اسلام جمع گردونن، یک صف متحد بگردونن. در جمعه گذشته ما درباره تاریخ یهودی‌ها که در زمان پیغمبر خدا علیه السلام زندگی میکردن صحبت کرده بودیم که اون دو قبیله شون اصلا سه قبیله بودن و امید اومدن طرف مدینه منوره که آخرین پیغمبر خدا، آخرین یعنی پیغمبر آخر زمان اونجا میبروید و آنها اسلام و همونها مثلا پیروی میکنه از اون. اما زمانی که پیغمبر ما اسلام و پیغمبری که مبعوث شد، اونها شناختن، دونستن، عمیق، خوب، دقیق، نه فقط اسلام قبول کردن بلکه کفر ورزیدن و مخالفت با پیغمبر خدا کردن و خیانت‌های زیاد کردن. تا آنجا گفتیم که دو قبیله بین قنوقا و قبیله بین نظیر، یعنی این هر قبیله براست خودشون نسبت پیغمبر خدا علیه السلام خیانت‌های زیاد کردن. سرانجام چه گفتیم؟ پیغمبر خدا علیه السلام اونها را از مدینه منوره بیرون ساخت. هر قبیله را براست خودش وقتی که خیانت کردن علاوه جدوگانه از مدینه منوره بیرون ساختن. همین خیل سوم قبیله بنی قریظه است. این همه سرانجام خیانت کردن. یعنی وقتی که یهود نسبت اسلام مسلمین پیغمبر خدا خیانت میکردن، پیغمبر خدا اسلام همه یهودا جزا نمیدادن. همه یهودا از مدینه منوره یک بار سرجمی بیرون نساختن، بلکه همون قبیله را خودش ساخت، علاوه با درغم میکردن. اما سوم قبیله بنی قریظه ایرا دیگر بیرون نساخت پیغمبر خدا سلام، بلکه مردهاشا از بین برد و زن و کودکاش اسیر گرفت، مالهاشا تقسیم کرد. چرا؟ چون که این گناه این نابخشیدنی بود. الله سبحانه و تعالی فرمان داد. این تاریخ این خیل است که زمانی که دوم قبیله یهودا بنی نظیر پیغمبر خدا علیه السلام از مدینه منوره بیرون ساخت، بگن دیپارتاسا کرد. این یهود همین بنی نظیر جماعت از همین ها و حیی بن اخطب و از جمله سلام بن ابی الحقیقی، یعنی یک جماعت یهود جمع شدن رفتن به سوی مکه مکرمه نزد قریش، با کفار قریش یعنی دست به دست بدهند علیه پیغمبر خدا و مسلمین جنگ بکنند. چون که بعد از بدرغه‌شون از مدینه منوره با دشمنیش و کینه‌ش حتی زیاد شد. اونجا رفتن این جماعت یهود تا قریش با علاوش زیادتر بکنن، دشمنیش زیاد کنن نسبت پیغمبر خدا و مسلمین. وقتی اونجا رفتن با قریش صحبت کردن که پیشنهاد کردن که ما با شما هستیم، اگر جنگ کنیم مثلا همه ما جمع میشیم، همه کسی یک باره کنار همدیگر دست به دست میتیم، کار محمد است باشه یک باره خلاص میکنیم و اتمام میرسونیم. همین خیل علو میموندن قریشه
عرب قریش مشرکین قریش میدونستن این یهود هستن، مکر هستن، بازم یعنی اهل کتاب هستن. متردد شک کردن که اینها آیا با ما هستن، واقعا راست میگن یا دروغ میگن، چه خیلی هستن. کمی شک کردن، بعد سنجیدن اینها را. گفتن که شما اهل کتاب هستید، شما از آسمان کتاب یعنی به شما داده شد، اینکه همون تورات بود، کتاب الله. یعنی همون حدیث فراموش نکنیم که ایمان چند شعبه داره. پایین‌ترین شعبه ایمان، پایین‌ترین همون ایمانش، طبقه ایمان این چیزی است که سنگ از روی راه گرفتن است. تا مردم یعنی که همون سنگ اذیت عضو نرسونه، بالا چی برسه به ماشین در روی راه یا جای بیجون پارکوک فشکین دیگر رو اذیت عضو میرسه. بنابراین مسلمان همیشه هشیار زننگ است، کسی را اذیت عضو نمیرسونه. بنابراین اهل قریش وقتی که قریش مشرکین یعنی سنجیدن این یهودی را که گفتن که شما اهل کتاب هستید، به شما کتاب داده شده، بگه که شما دینی کدوم یکی ما بهتر است از ما یا که از محمد. این دیگر یهودی که بت پرست نبودن، یهودی که اهل کتاب بودن، به خاطر مقصدش رسیدن، یعنی اینها را علیه پیغمبر با شورش اندوختن، گفتن که شما حق هستید، شما بهتر هستید. تا حتی بعضی از مورخین میگن رفتن همین یهودی‌ها به خاطر مقصدش رسیدن، دشمنیشو رفتن هم بوتا را یعنی سجده کردن، پرستیدن تا ببینن. قریش خرسان شدن این کار، مقصد که واقعا راست میگن این یهودی راست با ما هستن، ما مقصد عدد مو زیاد میشوه، ما وقتی که یک جای شیم همه زیادتر بشیم، کار محمد انه که نعوذ بالله ریشه‌کن میکنیم، به اتمام میرسونیم. که الله سبحانه و تعالی همین قضیه را در سوره مبارکه نیسان انا میفرماید، خداوند آیت نازل کرد، فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الله سبحانه و تعالی فرمود که آیت نازل کرد و یاد اون کسانی که با اونها کتاب داده شد، یعنی که از آسمان کتاب آسمانی، کتاب الله داده شد، بعد از اون یؤمنون بالجبت و طاغوت، بعد از این اینها اهل کتاب آمدن ایمان آوردن، بعد چی؟ به بت و طاغوت ایمان آوردن. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، و میگویند برای اهل کفار یعنی همون مشرکین قریش بلکی اینها هدایت تر هستند، در راه راست هستند از مسلمانان. ده نعوذ بالله. الله سبحانه و تعالی فرمود که اولئک الذین لعنهم الله، اینها کسانی هستند که الله اینها لعنت کرد. نعوذ بالله. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. خدا میفرماید که هر کسی را که خدا لعنت بکنه، لعنت که از رحمتش دور کردن، نعوذ بالله، پناه به الله. خداوند فرمود که هر کسی را که خداوند لعنت بکنه فلن تجد له نصیرا، تو هرگز برای این انسان هایی که خداوند لعنت کرده یاردم چی نمیابی که از یعنی که از قهر غضب و خشم خدا این نجات بده. نعوذ بالله، پناه به خدا. پس قریش خیلی خوشحال شدن، خرسند شدن از این پیشنهاد یهود، به نشاط اومدن. همین خیلی بعد از این قریش رفتن یهودیو پیش اون قبیله و طایفه غطفان، اونها را رفتن، اونها را همین خیلی دعوت به جنگ کردن و آگاه ساختن که شما بدونید که قریش با ما هست، با ما عهد پیمان بستند با قریش و ما با شما هستیم تا بریم چی؟ کار محمد اینه که به آخر برسونیم. نعوذ بالله. وقت این پیشنهاد دیدن، اینها هم راضی شدن آخر با پیشنهاد این یهودیا و قریش. سرانجام کار این همون چی است؟ جنگ احزاب که خندق است که
الله سبحانه و تعالی یک سوره به نام احزاب نازل کرده گیاه. در اونجا این قضیه و این جنگ الله سبحانه و تعالی بیان میکند. سرانجام این قریش با تمامی یعنی اون گروه ها و احزابی که با اون بودن جمع شدن و یهودی ها جمع شدن، یک لشکر بسیار کلون تشکیل شدن که از 10,000 انسان جنگجو جمع شدن. بعضی از 10,000 هم زیاد گفتن، روایت کردن که ابو سفیان یعنی سرلشکر و سپاهی یعنی کی بود؟ قریش بود. زمانی که این خبر به پیغمبر ما علیه السلام رسید که یعنی که قریش با تمام گروه و احزاب شون، چقدر که این موضوع هستن کشورها جمع میشن، هم دست سیوزنیکاشونه، دست به دست همدیگر میکتین، یک جایه میشون، یک پرچم میشون. اون زمان این از اون زمان گرفتگی تاریخ. همه یعنی که اهل قریش، کفار، یهود با تمام چیشو جمع شدن آمدن. پیغمبر ما علیه السلام در با مشوره سلمان فارسی رضی الله عنه خندق کندن، پیش دشمن گرفتن، از هر طرف مدینه منوره کندن تا راه دشمن بگیرند. عرب قریش نمیدونست خندق یعنی چقری کندن، عقاب کندن، که عرب تا اون زمان نمیدونست، تصور نمیکرد، چون که این تاکتیک را نداشتن، نمیدونستن. یکم انسانی که پیشنهاد کرد کی بود؟ سلمان فارسی رضی الله عنه بود که اون پیشنهاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و که ما اهل فارس یعنی در جنگمون می خندق چقری یعنی عقاب استفاده میکنیم، ترانشه کلمه، یعنی که دشمن میاد میغلطه نمیتونه گذشته. پیغمبر خدا صلی الله قبولش کرد و در او تشویق کرد خندق بکنه، چون که دشمن به نهایت زیاد است. اصحاب پیغمبر خدا تقریبا همگیش 3,000 عدد میرسیدند، یعنی که دشمن با تمام قوت تجهیزاتش یعنی اومدن که یک بار یعنی که کار پیغمبر خدا صلی الله علیه و مسلمین با اتمام برسونم، یعنی با تمام خشم با تمام قوتش اومدن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و همین تشویق میکرد که اصحاب پیغمبر که خندق چقدر بکنن. هر یک 40 ذراع به 10 نفر اصحابش تقسیم میکردن بکنن و خودش هم شرکت کرده در همینجا. یعنی احوال وضعیت خیلی سخت، خیلی سنگین بود. امر به شدت یعنی که سخت گرفته بود. هر طرف یعنی کفار و مشرک مدینه منو محاصره کرده بودن، در چه خیلی که بلاکت میگن، بلاکت گرفته بودن، یعنی احوال سخت بود خیلی. پیغمبر خدا خودش تشویق میکرد تا اصحاب پیغمبر یعنی که خندق بکنن، خودش هم میکند، همین خیلی حرکت میکرد. انا شعر پیغمبر خدا تشویق میکرد، شعر دعا میکرد، میگفت که اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. معنیش اینه که پروردگارا یعنی حیات آخرت است، حیات آخرت است، پس به انصار مهاجر ببخش. یعنی همین خیلی تشویق میکنه اصحاب پیغمبر خدا را، اصحابشان و اصحاب در جواب پیغمبر خدا همین انا جواب میدادن، میگفتن که نحن الذی بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. یعنی ما کسانی هستیم که محمد را بیعت کردن بعد چی؟ بعد جهاد، تا زمانی که زنده هستیم جهاد میکنیم فی سبیل الله. یعنی همین خیلی دعا میکردن، جواب میکردن اصحاب پیغمبر خدا، میکندن خندق تا اونجا که یک اصحاب پیغمبر خدا مقابل یک سنگ کلون شدن که نتونستن و سنگ شکسته و کنده و ادامه داده. پیغمبر خدا سلام خودش انا داخل شده و کوال دا گرفت، بسم الله گفت، زدش 3 بار بسم الله گفت، 3 بار زد. هر زمانی که میزد تکبیر میگفت الله اکبر الله اکبر. اصحابش از خفای پیغمبر خدا تکبیر میگفت الله اکبر. یعنی هر زمانی که پیغمبر خدا ضربه میزد بر اون سنگ کلون، یک قطعش میشکست تا اینکه شکست از بین رفت. بعد
اصحاب پرسیدنش که برای چی مثلا تکبیر گفته چی است؟ پیغمبر خدا سلام خوش خبری دادن که در آینده، یعنی که هر زمانی که من میزدم من یعنی فتوحات می دیدم، یعنی الله سبحانه و تعالی در ضربه اول فتح برای من وعده کرد، در ضربه دوم فتح شام، در ضربه سوم ضربه یعنی فتح مشرق. یعنی در اون زمان دو تا امپراتوری کلون بود، یکی ریم بود یکی فارس. یعنی که پیغمبر خدا سلام فرمود که یکی خداوند الله سبحانه و تعالی فتح پیروزی در آینده برای ما شما نصیب میگردونه. اصحاب پیغمبر خدا خیلی خوشحال شدن، خرسان شدن، تکبیر گفتن از این خوش خبری پیغمبر خدا. اما وضعیت خیلی سنگین بود، خیلی سخت بود. با پیغمبر خدا بعضی منافقان هم شرکت میکردن در اونجا. منافقان که در ظاهر میگفتن ما مسلمانیم، اما در واقع ما مسلمان نبودن. وقتی که این حالت این منظره نظر میکردن، میدیدن، با تمسخر مسخره میکردن، میگفتن که آیا جای تعجب نیست؟ ببین مقصد که حال در چی حاله این مرد، اون که مسلمان نبودن که پیغمبر بگن، میگفتن این مرد ببین خندق میکنن، در درون خندق ای خندق یک قدم نمیتونه بره مثلا ای ترسه. ما که ای ترسه مثلا برای حاجت خونه رفتن نمیتونه، ایجام تکون خدا نمیتونه. این وعده میتونه که وعده پیروزی فتح، یعنی که انا قصرهای کسرا و کسرهای قیصر، یعنی که فتح انا ریمی ها رو و فارسی ها رو میتونه مسخره میکردن. نعوذ بالله. در این زمان وقتی که ادامه میدادن همین خیل خندقانی را اصحاب یعنی که قریش نزدیک شدن. بعد از اون که تمام کردن خندقانی را، دشمن اومدن چند تاش. اینجا الله سبحانه و تعالی مؤمنین خیلی سخت امتحانای سخت گرفته. احوال خداوند این خیلی خبر میکنه که یعنی که احوال از بس که سخت بود، خداوند تبارک و تعالی فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون. یعنی دشمن زیاد بود، مدینه منوره را یعنی محاصره کردن، تعداد عدد مسلمانان کم بودن، تجهیزات جنگی نداشتن، اسلحه نداشتن، یعنی خیلی خطرناک بود. یعنی احوال بس شدت بود که یعنی که و اذا زاغت الابصار یعنی که چشما خیره شده بودن از نتیجه احوال سخت بودنشان. و بلغت القلوب الحناجر یعنی دلها بر حلقوم، یعنی جانها بر حلقوم رسیده بودن. دیگه که انسان وقتی که در حالت از دنیا رفتن جان به اینجا میان، بر حلقوم میاد، یعنی که جانها به حلقوم اومدن از نتیجه احوال سخت بودنشان. و تظنون بالله الظنون یعنی بعضی از مسلمانان نسبت خداوند بعضی از گمانها هر گمان میکردن. یعنی خداوند مقصد که گمان میکردن نسبت الله که الله دینش کمک میکنه، پیغمبرش نصرت میتیه، یعنی که دینش ادامه میتیه، بعدش هر کس یعنی که فکر میکنه نسبت خداوند از احوال سخت بودن. اما الله سبحانه و تعالی با وعدهش وفا کردن و وفا میکنن تا زمانی که هر کس اگر به الله و رسول و گفته الله و رسول عمل کنه، الله سبحانه و تعالی کمک میکنه. سرانجام وقتی که پیغمبر خدا علیه السلام از خندقانی تمام کردن، بعضی نتونستن دشمن از خندق یعنی گذشتن و حمله کردن به سوی مسلمان. یک چند عددش گذشت که اونها را به هلاک رسوندن، کشتن اصحاب پیغمبر علیه السلام. اون یک قضیه را بگم جای گفتنیه. وقتی که چند عدد میگذره از جمله همون پهلوان بزرگ عمرو بن عبد الوداع، یکی از یعنی پهلوان بزرگ مشرک، وقتی میگذره چند نفرش از جای بارگی خندق دعوت میکنن مسلمانان که به یک جنگ کردن. وقتی این مشرک عمرو دعوت میکنه که کی است یک برای من ببره، هر زمانی که دعوت میکرد فریاد جیغ میزد مسلمانان بر جنگ به مبارزه یک به یک. حضرت علی رضی الله عنه میخواست، میگه من میخواستم. پیغمبر اسلام میگه بشین. بود فریاد میکرد کی است جنگ بکنه. بازم حضرت علی رضی الله عنه میخواست، بلند میشه که ای پیغمبر اجازه من میخواستم.
سه بار وقتی که فریاد میکنه، سه بار حضرت علی رضی الله عنه میخیزه، من میزنم به اون. حضرت علی رضی الله خیلی جوان یوش بود در اون زمان. نهایتا پیغمبر خدا صلی الله علیه و اجازه میده علی رضی الله عنه میبره به مبارزه یک به یک با اون پهلوان بزرگ مشهور مشرک. سراجان الله سبحانه و تعالی پیروزی را نصیب حضرت علی رضی الله میکنند، گردنش میزنن. سبحان الله. در اینجا عجیب است، وقتی که یک به یک روبرو میشن جنگ شروع میکنن، زود از علی رضی الله عنه این مشرک این کلمه اجازه نمیتیش از پا میغلطونش. وقتی که میگم بزنمش گردنش بزنم، این مشرک توپ میکنه به صورت سیمای حضرت علی رضی الله عنه. حضرت علی رضی الله عنه خودش میقپه، نمیکشه، خشمگین میشه، غضب میشه، فعلش میاد، اما خودش میقپه، نمیکشه. مهلتش میده، شانسش میده، میگه بلند شو، دوم بار میجنگی، دوم بار گردنش میزنه. بعد از مبارزه و جنگ رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله میپرسد که او علی چی گپ شد که اولین بار زود یعنی قطعش نرسوندی؟ بعد سببش گفت که یا رسول الله وقتی من مرا وی را از پا در آوردم به صورت من توف کرد، من خشمگین شدم، گفتم بزنمش، ترسیدم مبادا که این به خاطر الله نباشه، به خاطر انتقام خودم باشه، خود نداشتم تا به خاطر الله باشه. چه مردی بزرگی، سبحان الله. خداوند نگهدار باشه از ما و شما، سبحان الله. خب مدینه منوره متأرخین میگن تا 25 روزه را همین حال اینه که گرفتار بودن، محاصره کرده بودن مشرکین. در همین اسنا، در همین وقت، در همین زمان سختی که دشمن مدینه منوره پیغمبر خدا و مسلمین محاصره کرده بودن، اون که اخطب بن حیی که از کلانتران بنی قریظه بنی نذیر بود، رفت پیش رئیسی بنی قریظه کعب بن اسد، رفت با اون صحبت بکنه. این بنی قریظه همنی یکی از قبیله یهودی بودن که این همنی با پیغمبر خدا صلی الله علیه و پیمان بستن و عهد بستن که هرگز با پیغمبر خدا نمی جنگیم، ظلم ستم نمیکنیم، یعنی فن فریب نمیکنیم، یگان دشمن علیه پیغمبر خدا کمک نصرت نمیکنیم. اما حیی بن اخطب رفت پیش هم کعب رئیسی قبیله بنی قریظه. وقتی اونجا رسید خواست از کعب که در باز بکنه، در قلعه کلون داشتن یهودی اون زمان، اما کعب در نکشود، چون که میدونست که حیی بن اخطب خیلی انسان بدبختی است. درخواست کرد در بکشه، گفت در نمیکشم، من میدونم تو آدمی خیلی بدبخت هستی، یعنی انسان خبیثی پستی مرض هستی، تو چیزی خوب من نمیاری، بینا با همین در باز نمیکنم، رو از که جای اومدی برگرد رو. حیی میخواست که در باز ادامه داد، در باز که میخوام با تو صحبت کنم، میگفت نمیشه، من با پیغمبر خدا یعنی که من عهد پیمان بستم، من جنگ نمیکنم، من عهدش کنی نمیکنم، چون که از پیغمبر خدا فقط خوبی، نیکی، عهد، وفا و صداقت دیدگیم، من نمیش کنم عهد پیمان. بالاخره وسواس کرد. حیی گفت که برای کعب که تو میترسی از نون نمکت من بخورم، میترسی بینا برای همین در نمیشکن. خلاصه که در کشای وقت داخل قلعه شد، صحبت کردن که هی من متره برای یعنی که خوشبختی روزگار برای تو آوردم. گوش که تمام مشرکین همش و تمام احزابش، غطفان و ما یهودی و شما همه جمع میشیم، یعنی که دیگر پیغمبر، یعنی که محمد یگان کار از دست اون نمیتونه. ما از 10,000 لشکر زیاد هستیم، یک بار یعنی که ریشه کن میکنیم محمد و اصحابش، نعوذ بالله.
کعب میگفت نمیشود. اوخی من وقت خودت یعنی که وقتی که تنها بودن صحبت میکردن 100% میگه محمد پیغمبر خداست. اوخی خودت انیق من میدونم انیق پیغمبر است. اوخی وای اگر شما ناکاپ شید چی میشه؟ پیروز نشید بعد چی میشه؟ حیای گفت که اگر که ما ناکاپ شدیم من خودم با تمام اهل و میام در کنال خود در همین کلای خود زندگی میکنم، هر چی که در سر تیمات در سر من هم بشه. خلاصه واسواس کرد، روزیش کرد. کعب نهایتاً یعنی که عهد پیمان شکنی کرد با پیغمبر خدا، بیزاری جوست، اما از سرگذشت اون دو قبیله درس عبرت نگرفت. زمانی که این خبر پیغمبر خدا صلی الله علیه و رسید، رسول الله صلی الله علیه و سعد بن معاذ و عبدالله بن دو اصحابش فرستاد، گفت که بره ببینن که این یعنی که بنی قریظه عهد شکنی کرده است یا نکرده است. یعنی احوال سخت بود در این وقت. اگر که واقعا اگر این بنی قریظه اگر که با ما باشن عهد شکنی نکرده باشن، بیا پیش مردم یعنی که علنا بگو که ویا با ما هستن. اما اگر خیانت کردن پنهان کن. این وقت یعنی که وقتی نیست که آشکار بگوی. وقت خیلی سخت خینی است. وقت این چون که سعد بن معاذ از قبیله چی خزرج بود. خزرج‌ها با یعنی قریظی‌ها یعنی که معامله خوب داشتن، دوستی خوب داشتن. بنابر همین سعد بن معاذ رای کرد که برای با اونها صحبت که بفهم. وقتی سعد بن معاذ را فهمید که این خیانت کردن، بعد از نصیحت چند نصیحت انا قبول نکردن بنی قریظه، کعب بن اسد قبول نکرد، گفت که رو یعنی که من بیزار هستم از شما، از محمد نعوذ بالله، یعنی که عهد شکنی کردن. وقتی که زمانی که برگشتن اصحاب پیغمبر خدا نزد پیغمبر خدا سلام قضیه را برای پیغمبر خدا گفتن. پیغمبر خدا سلام تکبیر گفتن الله اکبر، چون زمان خیلی سخت بود، خیلی شرایط قینه بود. در همین زمان، در همین اسناد، در همین وقت یک نعیم بن مسعود اشجعی اسلام قبول کرد. با خدمت پیغمبر خدا رسید، گفت یا رسول الله من اسلام قبول کردم، اما از اینکه من مسلمان هستم هیچ کس خبر نداره، نمیدونم. هر امری که میخواید دلت امر که دستور دی من فرمان با یعنی که در خدمت شما هستم. خلاصه پیغمبر خدا فرمود که جنگ فریب است، جای فن فریب است، هر چی میتونی فتنه به انداز مابین همون چیو. خلاصه که این نعیم رفت مابین همین مشرکا جنگ دوخت، فتنه انداخت، جدایی انداخت. اول رفت به سوی یهودیای بنی قریظه که عهد شکنی کردن، رفت پیش اونها، نزد اونها داخل شد و یا نمیدونست این اسلام مسلمان قبول کرده است. برای من گفت که شما خوب میدونید چه من نسبت شما دوستی دارم، برادری دارم، نزدیک چیم، من یک مشوره برای شما میتیم، یک سوید برای شما میتیم، گوش کنین. برای اشراف همون یهودیا گفت که شما و این مشرکین قریش یک نیستی. اگر بعد از جنگ اگر ناکام شوند، پیروز نشوند، اینا شما رو میپرتوان، میروند از اینجا. شما میمونید طوق تنها، این خونه های شما هستن، این قصرهای شما هستن، این مال ها و زن فرزند شما طوق میمونه. در مقابل محمد هیچ کار از دستتون نمیاد. همین خیل یعنی که میترسون شو یهودی را سر انجام گفتن بله راست میگویی. همین خیلت گفت که من مشوره میتیم که در داخل جنگ نشه تا زمانی که از اشراف و کلانتران این قریش یک چند نفره در گرگان بگیره، یعنی زلاق بگیره پیشتون که ما بعدا باز از جنگ پرتوان شما روان اینها. خلاصا این یهودی گفتن بله مشورت خیلی نزد خوبی دادی. همین خیل بعد از این صحبت اینها پنهانی رفت پیش قریش. اونجا قریش با همین خیل فتنه انداخت که قریش شما منو میدونید که من دوست شما هستم، برادری خوبی دارم، یک خبر دارم، کسی را این خبر را به کسی نرسونه. گفت که اون یهودیایی که شما با عهد پیمان بستید اونها از کارشون تموم شدگیان. اون یک برنامه ریختن، یک نقشه کشیدن که یعنی که برای یعنی که شما اگر که با اونها اگر جمع شه جنگ نمیکنن تا زمانی که شما چند نفر یعنی که گراو نگیرن پیش خودشون، میخوان که این چند نفر شما را یعنی که
اسیر بگیرن با پیغمبر خدا بتن گردناشو بزنن، یعنی همین خیلی برنامه دارن نسبت شما همین یهود. شما احتیاط کنین اصلا با خبر باشین که یگان نفر تو نته که گردنشو میزنن به خاطر رضایی محمد. اینو قرشتون وا درو فرستادن چند نفر اخیرشو که برای ببینین تحقیق نه واقعا همین خیلی هستن یهودیان، یعنی که عهد شکنی کردن. زمان اومدن صحبت کردن گفتن بله این یهود قریزه گفت که ما با شما نمیجنگیم تا زمانی که چند نفر از اشرافتون به ما نته پیش ما نگذاره مبادا بعد جنگ شما روی ما توقع در مقابل محمد ما کاری ما را یعنی که به آخر میرسونه تمام. بعد گفتن که نعیم ما را راست گفت، یعنی این واقعا همین خیلی هستن میخوان این یهودی چند نفر از ما بگیرن و گردنشو بزنن مثلا برای رضایی محمد. گفت همین خیل ما بین اینا چو کردن جدایی انداختن، جمع شد تفریقه کردن. نهایتا الله سبحانه و تعالی بعد از مثلا از مدت طولانی که بعد از مؤرخین میگه 25 روز سبحان الله وقت تمام شد 25 روز دوام داد همین جنگ. الله سبحانه و تعالی لشکریاش که شمال فرستاد. یا در سوره مبارکه احزاب میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا، ای کسانی که ایمان آورده ای مسلمان‌ها به یاد بیارید اون وقتی که مقصد دشمن لشکر از بالا از پایین از طرف شما رو محاصره کردن، احوال سخت بود. الله سبحانه و تعالی لشکرش که شمال سخت بود فرستاد. اون شمال سخت بسیار سخت بود، از بس که سخت بود خیمه‌اش میکن، اون دیگه کوساش از بین میبرد، علاوه‌اش هم میکشت. تو خیر نداشتن که بیستن در شمال. نهایتاً همه اول ابو سفیان خیست وقت تمام شده است. نه اول ابو سفیان خیست که نمیشه جنگ کردن، خیستن رفتن پرتافتن جنگ. از این بعد پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که از این بعد ما در بسراغ اونها میریم دیگه و یا سراغ ما نمیان که اسلام قوی باز زیادتر میشه. واقعا میخواد از این بعد دیگه اسلام از قفای مشرک کفر میرفتن و اونها نمیتونستن حمله کنن به سوی چین، به سوی مسلمین بیان. سرانجام انا بعد که برگشتن پیغمبر خدا سلام و اصحاب به سوی خونهشون، پیغمبر خدا سلام لباسای جنگی را از تر بدل کردن و غسل گرفتن که جبرئیل سلام رسید گفت که یا رسول الله آیا شما لباسای جنگی را از تنت بدل میکنید در حالی که ما یعنی ملائکه ما یعنی لباس جنگی پوشیدیم، یعنی که خیز پوش حرکت که به سوی بنی قریظه این یهودی‌ها که خیانت کردن. خیست حضرت بلال رضی الله عنه فریاد کرد، همه اصحاب پیغمبر را جمع کردن با دستور پیغمبر حمله کردن، قلعه‌های یهودی بنی قریظه را گرد آوردن. خلاصه کلام با حکم کرد حضرت سعد بن مسعود رضی الله عنه. وقتی که من وقت رفت است تیز صحبت میکنم چون که دوست یهودی بودن و وقتی که صحبت کردن بعد از این جنگ کردن خیلی وقت محاصره شدن، اونها از بالا تیر می‌زدن، این اصحاب پیغمبر از پایان جنگ میکردن، نهایتا تسلیم شدن. الله سبحانه و تعالی این ترس و وهم در دل‌ها اینها جا کرد. چه خیلی که امروز ما ببینیم مشاهده میکنیم کسانی که با مسلمان‌ها جنگ میکنن الله سبحانه و تعالی ترس و وهم در دل‌ها میاندازن. همین خیلی یعنی که سرانجام یهود یعنی که تسلیم پیغمبر خدا شدن و تسلیم فرمانی که شدن معاذ بن سعد رضی الله عنه. این معاذ بن سعد رضی الله عنه ما میدونیم که وقتی که از دنیا میگذره عرش رحمانه که در لرزه میدره. یعنی این در همین جنگ احزاب یک تیر میاد در دستی سعد بن معاذ رضی الله عنه میخوره، یعنی که زخمی سخت میشه، خون بسیار میره. از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه یا الله مرا جون نگی تا سر انجام همین یهودیای بنی قریظه که خیانت کردن در وقت سخت‌ترین وقت با ما با پیغمبر ما یعنی که خیانت کردن، خدای جون من نگی تو یعنی که سر تاریخ اینها رو من ببینم در چشم سر اینکه مشاهده بکنم، خدای جون من نگی ببینم شما. الله سبحانه و تعالی دعای را قبول کرد، یعنی که مهلتش داد. بنابر همین وقتی که از یهودی صحبت بکنه پیغمبر خدا درباره انا حکم شو که راضی میشن با حکم سعد بن
معاذ رضی الله عنه و یا میگه بله ما راضی هستیم. سعد بن معاذ رضی الله عنه سبحان الله میگه آخرین فرزند میگه که فتوا میده حکم میکنه که تمامی مردهای این بنی قریظه را یعنی که گردنش بزنن و زن فرزندش هم مقصد که به اسیر اسارت گیرن و مالشان تقسیم کنن. سرانجام یعنی این الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب میفرماید فریقا تقتلون و فریقا، یعنی که بعضی اینها را شما یعنی که اسیر گرفته و بعضیش کشتین. الله سبحانه و تعالی اینو بیان میکنه در سوره احزاب. نه سرانجام همینطور الله سبحانه و تعالی این یهودی‌ها را که خیانت کردن جزاش داد. تمام مرداش گردنش زدن، زنهاش و فرزنداش اسیر گرفتن و مالش تقسیم کردن مابین مسلمین. سرانجام خیانت چیز بسیار بد. سرانجام گناه یعنی هلاک شدنیه. انسان هرگز به خیانت، هرگز به گناه، به معصیت، به خوبی نمیرسه. هر کس اگر بخواه که به خوبی برسه، به رشد کنه، نمو کنه، پیشرفت کنه، دنیا و آخرتش آباد شه، باید اطاعت از الله و رسول کنه و تقوا را پیشه کنه. و آخر دعوانا الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.